همون زنکی که من را دادیم برزا ببر. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران عزتمند، شبتون بخیر باشد. بخشش قبلا بخشش میپرسم به اون خاطره که کمی دیر کردیم از اون فرصتی که برای شما وعده کرده بودیم. روز دیگه هر لحظه وضعیت تغییر یافته. هر لحظه از دیروز تا به امروز ما 4 بار برنامه ثبت کردیم، خلاصه برآوری کردیم، تنظیم کردیم، برای ادمنستراتور کانالمون پیشنهاد کردیم. اما متاسفانه یک زنگ تلفن، یک SMS پیام نقشه های ما رو تغییر میدهد. در برابر هزاران نفری که زنگ زدن و خواستن که گلنازه رو به فرزندی قبول کنند، یک مادر دیگر از فدراسیون روسیه به ما زنگ زد، خود رو مادری اصلی گلنازه معرفی کرد و من گفتم بعد از 2 ساعت زنگ زنید، گلنازه نزد من می شود و بعدا صحبت کنیم. خب گلنازه نزد من آمد، ما نشسته بودیم که اون مادر زنگ زد و با یک احساس و گریه و اشک و علمی سخت خود را مادری گلنازه معرفی کرد. از دیروز تا به امروز با من نکم از 50 مراتب زنگ زد، بیقراری کرد، گفت دیلم برای دخترم خیلی تنگ شده است و با گلنازه هم طریق ویدیو صحبت کرد. گفت که شرایط ندارم که به تاجیکستان بیایم و کمی در حالت تنگ دستی ام، در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه. در اول صحبتی که با این مادر داشتیم، من و گلنازه تقریبا 1 ساعت حتی صحبت کردیم، باور نکردیم که این مادری اصلی گلنازه است. اما او چند نشانه گفت که واقعا این نشانه ها، این فکت ها در گلنازه تصدیق شد. گفت در کفت چپش گفت خال دارد از طرف پشت. گلنازه گفت بله. گفت در دست چپش در اینجا یک خالی خور دارد. گلنازه گفت بله. گفت اون زنی که تو را برده به اونجا گذاشته است، نام اون زن رو هم گفت، زمیره، اسمی اون زنی که گلنازه رو در خورده در نزد بیمارخانه گذاشته رفته است. و وقتی که گلنازه نام زمیره رو فهمید، به حد بیقرار شد و رنگ و رویش دیگر شد. گفتم برای چی؟ گفت که مادر رحمتی هم، همان زنی صالحه‌ای که گرفته کلانش کرده است، همان همیشه به گلنازه میگفته است که هر کجایی که پرسن تو دختری کی، نام مرا آلیه نه بلکه زمیره بگو. اینجا چی اسراری هست که این مادری که از فدراسیون روسیه تماس گرفته است اجازت نمیدهد که صدای او رو پخش کنیم و یا درباره‌اش چیزی بگوییم، در حالی که فکت و نشانه ها دقیقاً با گلنازه موافق است. شاید این زن مادر گلنازه است یا شاید همان زمیره. این رو انیق کرده به شما میگویم. ما مطمئن شدیم که گلنازه مادر خود رو پیدا کرد، اما برای ما کمی وقت در کار است. یا گلنازه برود به فدراسیون روسیه برای دنکه کردن، یا یگان تصدیق نامه اصلی لازم است که ما مطمئن باشیم که این واقعا هم مادر گلنازه است و گلنازه دوباره فریب نخورد. و متاسفانه این زن برای ما اجازت نداد که صدایش رو پخش کنیم. همه اون چیزایی که اینجا بود گفت پخش نکنین، کسی از چنین فرزند داشتن من با خبر نیست، یگان عضو عائله‌ام. ما حیرانیم، با گلنازه بسیار نازنین نمیدونیم چیکار کنیم در این حالت. لطفاً مصلحت شما رو انتظاریم. ما فکت و ویدیو ثبت‌های خیلی زیاد داریم از صحبت‌هایی که با این زن کردیم. منم برای ما وقت لازم است که این مادر کمی به خود بیاید و خلاصه برآوری کند. بخشش بار دیگر این زن اجازت ندادند که ما صدای او را پخش کنیم. از کدام سبب باشد من نمیدانم. شاید 1 روز دیگر برای ما 1-2 روز دیگر وقت در کار است.
باری دیگر از یک و یک شما بخشش میپرسیم. ما پورا دقیق کرده حتما به شما باز یک نوار پیشنهاد میکنیم. خدا نگهبان همه شما. همون زنکی که من را دادیم برزا بیبه. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران عزتمند، شبتون بخیر باشد. بخشش قبلا بخشش میپرسم به اون خاطره که کمی دیر کردیم از اون فرصتی که برای شما وعده کرده بودیم. روز دیگه هر لحظه وضعیت تغییر یافته. هر لحظه از دیروز تا به امروز ما 4 بار برنامه ثبت کردیم، خلاصه برآوری کردیم، تنظیم کردیم، برای ادمنستراتور کانالمون پیشنهاد کردیم. اما متاسفانه یک زنگ تلفن، یک SMS پیام نقشه های ما رو تغییر میدهد. در برابر هزاران نفری که زنگ زدن و خواستن که گلنازه رو به فرزندی قبول کنند، یک مادر دیگر از فدراسیون روسیه به ما زنگ زد، خود رو مادری اصلی گلنازه معرفی کرد و من گفتم بعد از 2 ساعت زنگ زنید، گلنازه نزد من می شود و بعدا صحبت کنیم. خب گلنازه نزد من آمد، ما نشسته بودیم که اون مادر زنگ زد و با یک احساس و گریه و اشک و علمی سخت خود را مادری گلنازه معرفی کرد. از دیروز تا به امروز با من نکم از 50 مراتب زنگ زد، بیقراری کرد، گفت دیلم برای دخترم خیلی تنگ شده است و با گلنازه هم طریق ویدیو صحبت کرد. گفت که شرایط ندارم که به تاجیکستان بیایم و کمی در حالت تنگ دستی ام، در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه. در اول صحبتی که با این مادر داشتیم، من و گلنازه تقریبا 1 ساعت حتی صحبت کردیم. باور نکردیم که این مادری اصلی گلنازه است. اما او چند نشانه گفت که واقعا این نشانه ها، این فکت ها در گلنازه تصدیق شد. گفت در کفت چپش گفت خال دارد از طرف پشت. گلنازه گفت بله. گفت در دست چپش در اینجا یک خالی خور دارد. گلنازه گفت بله. گفت اون زنی که تو را برده به اونجا گذاشته است، نام اون زن رو هم گفت، زمیره، اسمی اون زنی که گلنازه رو در خورده در نزد بیمارخانه گذاشته رفته است. و وقتی که گلنازه نام زمیره رو فهمید، به حد بیقرار شد و رنگ رویش دیگر شد. گفتم برای چی؟ گفت که مادر رحمتی هم همان زنی صالحه‌ای که گرفته کلانش کرده است، همان همیشه به گلنازه میگفته است که هر کجایی که پرسن تو دختری کی، نام مرا آلیه نه بلکه زمیره بگو. اینجا چی اسراری هست که این مادری که از فدراسیون روسیه تماس گرفته است اجازت نمیدهد که صدای او رو پخش کنیم و یا درباره‌اش چیزی بگوییم، در حالی که فکت و نشانه ها دقیقاً با گلنازه موافق است. شاید این زن مادر گلنازه است یا شاید همان زمیره. این رو انیق کرده به شما میگویم. ما مطمئن شدیم که گلنازه مادر خود رو پیدا کرد. اما برای ما کمی وقت در کار است. یا گلنازه برود به فدراسیون روسیه برای دنکه کردن، یا یگان تصدیق نامه اصلی لازم است که ما مطمئن باشیم که این واقعا هم مادر گلنازه است و گلنازه دوباره فریب نخورد. و متاسفانه این زن برای ما اجازت نداد که صدایش رو پخش کنیم. همه اون چیزایی که اینجا بود گفت پخش نکنین، کسی از چنین فرزند داشتن من با خبر نیست، یگان عضو عائله‌ام. ما حیرانیم، با گلنازه بسیار نازنین نمیدونیم چیکار کنیم در این حالت. لطفاً مصلحت شما رو انتظاریم. ما فکت و ویدیو ثبت‌های خیلی زیاد داریم از صحبت‌هایی که با این زن کردیم. منم برای ما وقت لازم است که این مادر کمی به خود بیاید و خلاصه برآوری کند. بخشش بار دیگر این زن اجازت ندادند که ما صدای او را پخش کنیم. از کدام سبب باشد من نمیدانم.
شاید یک روز دیگر برای ما، یک دو روز دیگر وقت در کار است. بار دیگر از یک و یک شما بخشش میپرسیم. ما پورا دقیق کرده حتما به شما باز یک نوار پیشنهاد میکنیم. خدا نگهبان همه شما.